سلام برای بچه اومدیم با این ویدیو دیگه. دفعات قبل ویدیو کالاف بود، الان ویدیو روبلاکس. کسایی که این بازی که من میخوام برم و انجام دادن و یه عالمه روی این بازی کار کردن و خیلی پرشون بلند شده، لایک و سابو انجام بدن تا بفهمیم. خب بریم توی بازی. من خیلی این بازی انجام دادم، خیلی هم جلو هم شوکش کنم یا بیارم اینجا. خب بریم بازی. خب اینجا خیلی آسونه برای من 500 تا اینا رو بازش کردم. همه تون دیگه مرحله اول رو رفتید. من اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم میمونم. این خیلی سخت بود و خیلی بلنده. من خیلی پرم بالا. مثلا شما بخواین درصد پرش منو ببینید، من یه بیارم الان من بخوام بهتون درصدش نشون بدم اینجاست. اینم بیارم بذارم اینجا. این درصد پرش منه. از اون موقع اولین پرش رو که زدم تا اینجا دارم میام، هنوزم میره. پس دیگه خودم خسته شدم. خب دوباره ببریم تا کجا میریم. بعدیه چقدر درازه. یا حضرت چقدر اومدم بالا. یا خدا. یه دونه پریش زدم خدا. F35 رو روشن نکردم. آقا این بازی خیلی بده. اصلا بهتون میگم اصلا امتحانش نکنید. امتحانش نکنید، خیلی چرته. خب این بازی هم میگم چرت و پرت هست ولی خیلی خوبه. برای ریاضیتون خیلی خوبه. من